شرایط ثبت نام کردن در مکتب‌های ابتدایی برای شاگردان تغییر شده. از ماه می تا جون درخواست ثبت نام کردن شاگردان در مکتب گرفته میشه و پیش شروع مکتب معلومات ها در مکتب گرفته میشه برای والدین. در روز جمعه 26 جولای فرم ها برای ثبت نام مکتب از شاگردان باید لطفاً پس بیارن. در روز جمعه 9 آگوست نتیجه برای والدین برای اطفالتان داده می شود که اگر در مکتب قبول شدن یا نه. خط روان میشه که اولادای شما در مکتب ثبت نام کنن و برای شاگردان که در مکتب قبول نشدن فامیل ها میتونن فرم پر کنن. در روز 23 آگوست پک ها ثبت نام باید در مکتب پس بیارن و روز آخر است که فرم ها پر شود برای شاگردان که در مکتب قبول نشدن. از 2 اکتبر اکتیویتی ها برای شاگردان و والدینشان انجام میشه پیش از مکتب که شروع شود که شاگردان که در مکتب آشنا شوند. اگر کدام سوال داشته باشین لطفاً از نزدیک سوال کنین یا زنگ بزنین برای مکتب.